هر استراتژی که توی مارکت وجود داره سودده. دوره‌های رایگانی که پر شده نیست چی؟ این چیزی غیر واقعی. میگه ترید به درد نمیخوره. از زیر صفر شروع کردن خیلی سخته. موقع باز کردن معامله دستش میترسه. به نظرم دروغ. بازارم که شوخی نداره. ولی خب از شکستات تو باید درس بگیری. چطور آدم پیشرفت میکنه؟ اصلا انگار که داره جواب میده. آقا جان میدونی استارت این پادکست داره از کجا به ذهنم رسید که شروع کنیم؟ جالب بود برام. زمانی که ما میشستیم با هم صحبت میکردیم و چندین ساعت باشیم با هم میشستیم حرف میزدیم در مورد مارکت، بازار، کلاینتات، دانشجوهات. گفتم خب این صحبتایی که ما داریم انجام میدیم چیکارش کنیم؟ بیایم خب بقیه هم ببینن و ازشون استفاده کنن، چون مارکت و مدیا مخصوصا جوری شده که همه میان همو میزنن، از زدن بقیه داره خودشو میکشه بالا، پله میکنه، شواف میکنه، اصلا چیزای زرد خیلی زیاد شده. گفتیم خب بیام از تجارب کسایی که تو مارکت دارن ریل کار میکنن، ریل کلاینت پرورش میدن، خب بیایم صحبت کنیم، بقیه هم بتونن اینو داشته باشن، تجربه شاید به درد کسایی بخوره که واقعا نیاز دارن از فضای زرد سوشال مدیا دور باشن. الان ازت میخوام که بهم بگی، من که میدونم، برای بقیه بگی که اکی شروع کردی، چقدر زمان برد که الان به اینجا برسی و محمد رئیسی چه سختی‌هایی کشید که بشه محمد رئیسی الان. از اونجا شروع کنم عارف جان که هر کی میاد تو ترید دنبال چیه؟ پول. 100%. ما هم تارگت از اینجا شروع شد که دلمون پول میخواست و خب هر کسی میخواد شروع کنه به این فکر میکنه که خب من الان میام اینجا 2 ماه کار میکنم، 3 ماه کار میکنم، 6 ماه کار میکنم، پول در میارم، مثلا زندگیمو عوض میکنم. و خب اکثر افرادی که میان تو ترید به فکر خودشون نیستن، به فکر خانواده‌شونن که چطور بتونن خانواده‌شون رو یه لول 2 لول بکشونن بالاتر. خب ما هم از اینجا شروع کردیم، یعنی هدف اون پول دار شدنه، پول در آوردنه بود. ولی خب اشتباه بود، اصلا اون اول هدفی که گذاشتیم توی مارکت اشتباه بود و خب خیلی هم اینو نمیدونن. طرف با فکر پول در آوردن میاد جلو توی مارکت و میبینه نه 6 ماه ادامه میده، 1 سال ادامه میده و خب میره اون پول نرسید و پیش خودش همش فکر میکنه که خب من الان نتیجه نگرفتم، این مارکت بس به درد من نمیخوره. من تقریبا 6 سالی میشه که توی این مارکت شاگردی میکنم، هنوز چیزی بلد نیستم و سعی کردم توی این چند سال، یعنی سالهای اول مارکت، خب یک سری دیتاهای اضافی خودم در جریانی میدن به خورد مردم، یه پکیج فروشی، یه شوآفی، ماشین‌های رنتی که آقا من از فارکس این چیزا رو در آوردم. ولی خب هم من میدونم هم شما میدونید که چنین چیزی غیر واقعیه. خب ما هم اول درگیر این افراد نشد، شروع کردیم اول پیگیری که آقا چطور با جواب بگیریم. مثل اکثر افراد با سبک پرایس اکشن شروع کردم، به امید اینکه پرایس اکشن می‌خواست منو میلیونر کنه، پول در بیارم، مثلا خیلی خفن شم، تریدای خفن بزنم. ولی خب پرایس اکشن دست منو مثل یک زندانی بسته بود و 1 به 2 گرفتن، 1 به 3 گرفتن برای من از یه جایی شد آرزو. دیدم هر کار میکردم دیدم نه جواب نمیده. حالا تو این شرایط یه سری افراد به خودشون شک میکنن که واقعا این اتفاق میفته. میگه خب من جواب نگرفتم، یعنی بقیه هم جواب نمیگیرن. چی باعث میشه که تو اون لحظه خب ترید یه شغلیه که آدم به خودش شک میکنه، اعتماد به نفسش زیر سوال میره، ترسش میاد سراغش و فشار از طرف خانواده خیلی بهش میاد. میبینه 2 سال 3 سال تو این کاره و خب چه اینکامی براش داشت، چه برآیندی داشت، یه سیستمی داره چیکار میکنه. آره چیکار داره چرا در نمیاد؟ 12 ساعت نشستی تو اتاق چیکار میکنی؟ پولت کو بس. میدونی اول خانواده تو 2 سال اول 3 سال، چون هر کاری که تو انجام بدی توی 6 ماه توی 1 سال یه اینکام ریزی هم داره. ولی متاسفانه ترید اینطوری نبوده. یعنی کسی بخواد بیاد 6 ماه 1 سال 2 سال جواب بگیره، میدونی من به نظرم مبتدی‌ها اولش میان یه سودی میکنن، بعد میرن دنبال اون سود بزرگتره، اونجا آره میرن لوپ ضرر رو هی
تضعیف میشه روحیاتشون، میگه من مال این بازار نیستم و اصلا دیگه اعتماد به نفسه رو نداره. تو هر چقدر میبری تو معاملاتت اعتماد به نفسه میره بالاتر، خیلی راحت تری. و 4 بار استاپ بخوری اعتماد کم و کمتر که بعدم میذارن کنار، بعد میری میشین صحبت میکنی میگه ترید به درد نمیخوره. دقیقاً. خب به هم بگو که از کجا به یک استراتژی رسیدی؟ چجوری شد؟ چقدر زمان برد برات؟ تقریبا توی 2 سال و نیم 3 سال اول مثل کسی که توی یک اتاق تاریک فقط داشتم دور خودم میچرخیدم. هرچی پول بود، هرچی از خانواده پول میگرفتم، پول تو جیبای خودم بود، همش از یه جایی تموم شد. یه جایی هم میرسه تریدرها یه موقعی شروع میکنن پولای با بقیه کار کردن که بسیار کار اشتباهی، بسیار. یعنی به شدت دوستانی که دارن اینا رو میبینن به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی 1 ریال از کسی قبول نکنن، چون آدم با پول خودش که داره کار میکنه یه فشار زیادی روش میاد. حالا فکر کن یه فشاری که من چطور پول اینو باید پس بدم، چطور مثلا یه سودی بکنم که حتما اون مجبوره به سود کردن. متاسفانه خیلی میگن ما از صفر شروع کردیم، ولی خب از زیر صفر شروع کردن خیلی سخت تره. ما هم درگیر این اشتباهات شدیم، 1000 تا 2000 تا از بقیه گرفتیم و خب مثل آب خوردن کال شد. حالا من تو این فکر بودم چطور من باید اینو جبران کنم. یعنی 6 ماه دور خودم میچرخ، انواع اندیکاتورهایی که تو بگی و کار کردیم، دیدیم نه، طرف داره اندیکاتور میفروشه که فقط بگه که اینجا جواب میده. تو کجا؟ تو گذشته مارکت، تو لایو مارکت اصلا جواب نمیده. تو این 3 سال 4 سالی که دور خودمون گشتیم همش من به این فکر میکردم مگه نشده تو این مارکت 1 نفر موفق بشه؟ چرا اون 1 نفر من نباشم؟ گفتم اگه شانس پیروزیم 1 میلیون در یکه، چرا اون یکی من نباشم؟ و این فکر اون باوره‌ای بود که تو ذهن من ایجاد شد. بشین، از هیچ سبکی پیروی نکن، چارتو ببین با زبون ساده. این چی داره که داره هر روز حرکت میکنه؟ مگه لگ‌های مارکت ایجاد نمیشه؟ کی داره اینا رو میگیره؟ با این دیدگاه، با این طرز فکر شروع کردم به خوندن چارت. و خب اوایلش خیلی سخته. تو برای داشتن یک استراتژی حداقل باید 1 سال بک تست گرفته باشی که جواب بده. و خب این استراتژی بر من جواب میده، آیا بر فرد شما هم جواب میده؟ این خیلی مهم‌تره باز، که تو باید یک چیزی رو داشته باشی که بتونی نه تنها خودت، اول که من به فکر بقیه نبودم، قطعا تو دنیای خودم داشتم سپری میکردم که من بیام یه استراتژی درست کنم که بتونم یه مقداری وضعیتمو عوض کنم، بتونم تو دنیای ترید 1 نشم حداقل 100 باشم، 50 باشم. و شروع کردم به خوندن چارت، دیدن چارت که ببینم آقا این چارت چطور داره حرکت میکنه، مگه میشه هیچ کس توی این مارکت این حرکت‌ها رو نگیره؟ و خب میدونی دیگه حوصله 5 ساعت 6 ساعت پشت چارت بودن و نداشت، یه مقدار تنبل بودم اسم میکنم، بیشتر به خاطر همون بود و سعی میکردم خیلی سریع اون نتیجه رو بگیرم. یعنی میگفتم من باید بشینم 10 دقیقه پشت چارت، نتیجه‌مو ببینم، حالا چه استاپ چه ضرر چه سود، و تموم بشه. هی نمونم پشت 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت. من الان به بچه‌های خودم میگم شما که میخواین 5 ساعت ترید کنین، 6 ساعت ترید کنین، اسنپ شغل بهتریه برای یک تریدر. چون یه اینکامی حداقل داره، چیزی از دست نمیدی. و خب از اونجا شروع شد، یک سری چیزها رو دیدم جالبه، اصلا انگار که داره جواب میده. ولی خب این انگار جواب دادنه تو بک تست و تو لایو مارکت خیلی فرق میکنه. تو لایو مارکت یک سری خصوصیت ها دخیل میشه، روانشناسی، اعتماد به نفس، ترس، طمع، همه اینا میان و خب کنار اومدن باهاشون خیلی زمان بره. شاید تو شما بتونید توی تکنیکال به یک لول مناسبی برسید، ولی نمیتونید بگی من الان روانشناسیم خیلی خفن شده. در خیلی‌ها مثلا ما هم داریم دانشجوهایی که میان به شدت تحلیلگرای خوبی میشن، موقع باز کردن معامله دستش میترسه. آره اصلا نمیتونه کلیکر رو بزنه. هر کاری هم میکنه این دیگه باید زمان بگذره، بتونه اعتماد به نفس رو داشته باشه و اطمینان داشته باشه به اون سبک معاملاتی که داره. و میدونم که بچهای تو خوب دارن اینجوری پیش میرن و آره. بعد به هم بگو که الان گفتی که میای معامله میکنی، سود ضرر میبندی میری.
الان مشکل 99% تریدر اینجایی که ضرر میکنن یا سود میکنن نمیرن. اینا چیکارش کنیم؟ ببین دیدی از بعضیا راجع به وین ریت 100 حرف میزنن. آره دروغ محض. دیگه تو ترید وین ریت 100 داشته باشی نمیتونی حرف بزنی. چرا؟ چون ما انسانیم، ربات نیستیم. انسان یه جایی خطا میکنه. البته اینو من بهت بگم، ما نفراتی داریم که وین ریت 100 دارن، توی مدیام به شدت فعالن. بعد مثلا من طلا نگاه میکردم، یکی از پستاشون رو مثلا 5 تا ناحیه مشخص شد و هر ناحیه 100 تا 150 پیپ ناحیه بود. عالیه. خب اصلا وین ریت 100 میشه، چرا نشه؟ اصلا حساب هم نداره، قطعا حساب نمیذارم. دقیقاً نمیذارم. این وین ریت خب بالاخره مارکت یه جایی برمیگرده دیگه. 100 یه جایی سودم نشون میدن. این دقیقاً 100 اینجوری میشه وگرنه. آره ولی این وین ریت 100 توی مارکتی که با این علمی که من دارم به نظرم دروغ. چرا؟ چون وقتی ما میایم سراغ ترید یعنی داد و ستد، یعنی من امکان داره تو این بیزینسم یه ضرر کنم. خب زمانی که من سود میکنم ریاکشنم چیه؟ تو ضرر ریاکشنم چطوریه؟ تو اگه قبول کنی ضرر بخشی از این مارکته، بخشی از وجود این مارکته، باش کنار میای. چطور بعد از سود کردن نمیپرم هوا مثلا میگم وای مثلا چقدر خفنم من. ضررم کردی همون کنار بیا باش. تو باید به یه جایی برسی که بدونی آقا استراتژی توی 100 معامله درسته که من میگم 40 تاش ضرر بشه، 60 تاش هم سود شه، باز جلویی 100%. این باور رو که یعنی فرد تو خودش ایجاد کنه تو هر حالتی میتونه برگردونه. ضرر کرد بذاره کنار 4 تا، بعد از اینجا با ضرر میکنم یا دنبال انتقام که من نه چرا اصلا و تحلیل کردی اشتباه بود. بعضیا میمونن مثلا تو تحلیلشون، نه من الان جنگ کنم با چارت. آره دقیقاً. بازارم که شوخی نداره، عملاً از بازار آت میشن و میگن فایده نداره بازار. برمیگرده. اصلا بازار مالی فایده نداره، نه به درد نمیخوره. خودت باعث شدی که تو این ناحیه تو قرار بگیری. یعنی خودت اگه بعد اون ضررت پا میشدی یک روز به خودت استراحت میدادی، برمیگشتی اون ضررت هم جبران میشد و خیلی هم راحت نمی اومدی کل پولتو از دست بدی، از بازار بری بیرون و فقط تماشاگر این روندهای بعدی بازار باشی. میای میگی که مثلا دیروز مثلا اومده پول رو از دست داده، رفته با بازار جنگه رو کرده، پول رو از دست، فردا 4 تا اگه من اینجا بودم اینو میگرفتم چقدر سود. ولی آره دیگه تو بیرون شدی، یعنی تو از مارکت انداخته شدی بیرون دیگه. تو اصلا نباید اون کارو میکردی که تو اینجا آهشو بکشی که اگر اینجا بودم استراتژی من اومده فعال شده. آره تو اونوره تو باید سیف نگه داری. خب بیای خودتو آروم کنی، فردا دوباره بیای این اوکی کنی. چه کاری مثلا من الان 2 تا استاپ خوردم برم بشینم پای چارت جلوی این همه بزرگای مارکت که میتونم مارکت حرکت بدم، برم مثلا جلوشون با روند سل میگم نه تحلیل من باید مثلا با $100 یک صدم بخوام روند طلا رو آره این خیلی اینا رو باید خیلی روشون کار بشه. خیلی بیشتر نظر شخصیم، خیلی بیشتر از استراتژی معاملاتی باید بشینن روی مایندستشون کار کنن. خیلی مهمه. خیلی مایندست مهمه. تو بهترین استراتژی مارکت هم داشته باشی. دقیقا. من همیشه مثالم اینه به بچهای خودم، میگم تو بهترین تفنگ ممکن رو داری، بلد نیستی چطور ازش استفاده کنی. دقیقاً. چه فایده داره؟ تو اصلا با یک چاقو، ولی خب چاقو زن مهاری باش میتونی آدم بکشی حداقل، ولی خب با تفنگی که داری گلوله‌ای نداره، چون گلوله ذهنته. طرف قبل از اینکه بره تو معامله، دیدی بعضی معامله میکنن میگه خب من رو این معامله دو به شکم. چرا گرفتی؟ یعنی تو قبل از اینکه وارد بزرگای فارکس، بزرگای دنیای مالی بشه، تو ذهنش به خودش باخت. این اشتباهه، خیلی اشتباه. یعنی باختو قبل از اینکه معامله بگیره قبول کرده، میگه من باختم الان. نگیر، ولش کن. و خب تو به این لول رسیدن قطعا دیدی که بعضی میخوان 2 ماه 3 ماه پول در بیارن خفن. ببین نظر من اینه که مارکتو یاد گرفتن شاید توی 2 هفته هم اتفاق بیفته. یعنی تو میای چند تا آموزش میبینی و بعد این داشته رو داری برای خودت، اون اسلحه رو داری، بعد کی میای میتونی ازش استفاده کنی. خب زمانی که بتونی اینو سریعا باز و بسته کنی، بتونی تارگت بزنی، بتونی نقطه‌ای مثلا نقطه قرمزه وسط 4 چیزا رو بزنی، سیبلو بزنی. یعنی اینجاست که تو میشی تریدر، وگرنه اسلحه رو برو بگیر. چه من، چه شما، چه هر کسی تو دنیا
میری یه سبکی رو داره کار میکنه، خب میری اون سبکه رو میگیری، کی میتونی باهاش سیبله رو بزنی. این سیبله رو زدن خیلی زمان میبره. خیلی یه مثال خیلی قشنگم برای این داستان وجود داره. دیدی خیلی برای خودشون زمان تعیین میکنن، مثلا میان تو این دنیا میگن من 6 ماهه باید به این تارگتام برسم. ها نمیرسی. مگه تا الان شده خورشیدمون 9 شب ببینیم؟ تایم داره. ولی خب باور داریم که آقا 4 صبح 5 صبح قرار طلوع کنه. تک تک کسایی که تو مارکتن باید این باور تو خودشون ایجاد کنن که قراره یه تایمی طلوع کنن. اما وقتی تو الان تو ضرر سیکل ضرری، صبر کن، ادامه بده، ناامید نشو، تسلیم نشو. هممون توی جای از زندگیم این نقطه رو داشتیم. تو بدترین و جالبم اینه که اکثر تریدرها تنهان، تو تنهایی با خودشون میجنگن. چه فایده ای داره؟ صبر کن، زمان بده، تسلیم نشو. به قول این ضرب المثلی هست میگه که اول چاقو تو شمشیر تو تیز کن، بعد تو 3 روز برو، 70 روز میگه زمان داشته باشی، 67 روز شمشیر تو تیز کن، تو 3 روز برو جنگل رو بزن. تو ترید هم همینه. اول خودتو باید تقویت کنی. آقا تو هر استراتژی که توی مارکت وجود داره سودده. اگه سودده نبود که اصلا استراتژی نمیشد. هر چیزی که اسمشو بزن، از بالای اندیکاتور بگیر تا پایین اندیکاتور. ولی آیا باید طرف ببینه که این چیزی که داره استفاده میکنه به درد مایندستش میخوره؟ مثلا تو بهم گفته بودی من حوصله ندارم دیگه مثلا سوینگ بگیرم. دقیقاً تو یه استراتژی که سوینگ داشته باشه به دردت نمیخوره. دقیقاً واقعیت. بس باید بتونیم که اول استراتژی که میخوایم کار کنیم و با مایندستمون ست کنیم. استراتژی رو گرفتی، به قول خودت تو 2 هفته گرفتی، بعدش چی؟ بعدش میخوای بری تو مارکت پول در بیاری؟ نمیشه. من که فکر نکنم بشه. من خودم مثل کاسبای قدیمم، هر روز باید دخلم رو حساب کنم، بعد موقع خوابیدم بدونم چقدر دارم. برآینده میزنه تا همیشه حساب. آره مثلا اینجوری نیستم که الان مثلا بفروشم که مثلا 2 هفته بعد ببینم چی میشه. سوینگ مثلا خود من الان رو سوینگ نمیتونم، قبلا میتونستم الان دیگه شدیم قدیمی. کاسبای قدیمی خیلی سخت شده. نظرت در مورد دوره‌های رایگانی که پر شده نیسته چیه؟ هر کسی میگه میشینه میگه اگه میخوای مثلا این بنز رو داشته باشی بیا دوره رایگان رو شرکت کن. عدد فلان رو کامنت کن. این نظر شخصی تو میخوام در مورد این دوره‌های رایگان بدونم. ببین واقعیتش کسی که تریدر شده، الان میگن تو تریدری، این اصطلاحش الان دیگه خیلی باب شده. ما میگیم نه، ما اصلا دیگه از یه جایی بعد 5 سال شغل خودمون رو قایم میکنیم. میگیم نه اصلا کار ندارم، بیکارم. چون نیاز نیست به کسی بگی شغلم میشه. یه زحمتی کشیده. با دوره رایگان میگن برای اینکه تو یک املت درست کنی بدون تخم مرغ میشه؟ باید یک هزینه‌ای بشه. خب با ارزش تر از پول چیه؟ زمان. تو با این هزینه‌ای که داری میکنی میتونی زمان خودتو بخری. این مسیری که من 6 ساله رفتم، شما 5 ساله داری میای، 6 ساله داری میای، دیگه قرار نیست اون 6 ساله بره، اون 2 ساله میره با یک هزینه ناچیزی که میکنه. و دوره رایگان طرف میدونی برای اینکه یک هزینه‌ای کنه دقتش میره بالاتر، چون میگه من هزینه کردم. دوره رایگان رو میبینه، 2 تا ویدیوش میبینه، میگه نه این که دیگه جواب نمیده. حتی اگر بهترین دوره ممکن هم باشه رایگان باشه، به نظر من اون ارزش رو نداره. من دقیقاً همین فکر یعنی تو هر چیزی رو بلد باشی، خب بیای تو یک کلاس خصوصی مثلا به یکی بگیم چه می‌نویسن تو کلاس خصوصی ها، بعد ولی اینو رایگان ارائه بدی سری میذاره رو 2x هم میذاره تون گوش بده. بعد میگه استارتش به درد نخوره. آره من خیلی موافقتم تو این قضیه. حالا بحث چیزه نیست. حالا خیلی‌ها میگن که اگر این تریدر بود، اگر کارش سوده بود چرا داره میفروشه. منم میگم که آقا بهترین مثلا استاد بتون ایران که سازنده‌ای مثلا قویه تو تهران، خب استاد دانشگاهه، نباید پول بگیره. چرا نباید بگیره؟ یه چیزی که علمشه، رفته زمانشو گذاشته یاد گرفت. اون نظر شخصیمه. 6 سال از عمرتو گذاشتی، خب که 5 سال بقیه رو بتونی جلو بندازی. خب این زمانه ارزش نداره، دقیقاً 100% داره. ولی خب متاسفانه با این کلیپ‌های زرد، با این محتواهای زرد کاری کردن که هر کسی هر کاری میکنه. به نظر من میگن که اینو بزنیم الان فردا یه ویدیو رو این فلانی مثلا
این کلمه ها رو نتونست آره. مثلا یه لحظه زبونش نچرخیده، یه دونه طرف ویو میگیره 200K ویو میگیره اینجوری. پس پیشنهادت الان برای کسایی که روی پایه‌ن، مبتدی‌ان، بیسن چیکار کنن؟ کسایی که توی پایه فارکسن اول خودشونو باید از اینستاگرام و فضای مجازی کاملا دور کنن. کاملا توی فضای مجازی 95% چه اتفاقی داره میفته؟ طرف میبینه خب این تریدر چه ماشین خفنی خرید، بعد نمیدونه بنده خدا رنت کرده اینو. میگه که خب با پول تریدش این خریده، منم پس میتونم. با اون دیدگاه میره تو ترید و 3 سال از زمان 4 سال از زمانشو هدر میده. به نظر من مهمترین چیز توی این مارکت اینه که طرف اگه فکر میکنه یک استراتژی جواب میده، فقط باید یک استراتژی کار کنه. دیدی که خیلی‌ها مثلا میگه من این سبکو بلدم، اون سبکو بلدم، اون سبکو، خب که نتیجهش چی شد؟ هیچ. ولی خب یه کسایی هستن با یه خط ساده دارن پول در میارن توی این مارکت. چرا؟ چون فقط یه چیز بلده. این خیلی مهمه. با اطلاعات اضافی دونستن توی فارکس، توی این مارکت، توی این بازارهای مالی قرار نیست نتیجه بگیری. من همیشه اصطلاحی میگم خب برداشتت کن. آفرین. برداشتت کن. اگه نتیجه گرفتی برداشتت کن. نه من مثلا مثلا من این همه سود کردم، برداشتت کن. ای برداشت نداره اکانتت، نه شرمنده. دقیقاً آدم میده بشیم شرمنده. به تریدر با برداشتش باید نشون، نتیجه باید نشون بده. من بیام بگم الان ماشین من نتیجه نیست، زندگی من نتیجه نیست، کل امکانات لوازم هیچ کدوم از اینا نتیجه نیست. تو میخوای بیای ترید از من یاد بگیری، برات مهم چرا باید مهم باشه من ماشینم رنتیه یا خودم خریدم؟ نتیجه رو ببین آیا من علمشو دارم؟ اول بیا مقایسه کن. 5 نفر 6 نفر تریداشون رو دیدی؟ چرا میخوای با 4 تا عکس ماشین بری پکیجشون رو بخری؟ آخه جالب هیچکدوم ترید نمیکنن، یا فلش میکشن یا یه سیگنالی مثلا میدن، معلوم نیست کی این تارگت میخوره، کی ورود میشه. چرا ترید اصلا وقت نمیکنه کانال سیگنال بزنه، وقت نمیکنه سیگنال بده. خب من الان دارم ترید میکنم، خیلی راحته بیام تو تریدینگ ویو یه نماد بذارم بگم خب اینو ورود بزن، از بقیه هم 1000 تا 2000 تا ورودی بگیرم، این کانال سیگنال من. اشتباهه. مگه تو روان تو ترید این اجازه رو بهت میده؟ یه تو حین معاملات 1000 نفر باید باشه، 5000 نفر. بعد حالا همه مگه مثل تو علم دارن که چطور باید ورود بزنن، چطور خروج بزنن، کی بیام؟ اون روانشناسی رو ندارن. یه اتفاقی برای من افتاده بود توی جمعی، من یه پوزیشنی اعلام کردم و اون پوزیشن فکر کنم 1/5 1/4 ریواردش بود. از 15 نفری که تو اون جمع بودن 2 نفر تا 1/4 صبر کرد همراه من. حالا تو فکر کن من اینو میام تو کانال عمومی مثلا نمیتونن بمونن تو پوزیشن، چون طرف روانشو نداره، ذهنیتش با تو خیلی فرق میکنه. این ذهنیت توی مارکت طرف فکر میکنه خب من اینو گفتم همراه من خیلی راحت میتونه بگیره، ولی خب کنارم بشینه دستاش میلرزه، عرق میزنم یه چیکار داره میکنی؟ میگه محمدم پیشم بذار حجمه رو ببرم بالا، میزنه و دستاش میلرزه. آره حجمه رو ببرم بالا چون این پیشمه شاید مارکت اونوری نشه. گوش بده مثلا برف. نه این که همیشه سود میکنه و انتظارم نداری مثلا من یه روزی ضرر کنم. آجی مگه تو هم استاپ میخوری؟ چرا نمیخوری؟ استاپ دیگه. من چرا مثلا استاپو براشون یه بولدی درست کردم براشون مثلا یه بوت. نه این نباید استاپ بخوره، این اصلا اشتباه نداره. همه اون اشتباه داره، همه داره. اگه یه تریدر قبول نکنه اشتباهاتشو اصلا اسمشو باید عوض کنی، بذاری چه میدونم 1000 تا چیز. دقیقاً ما اولین چیز قبول کردن اشتباه و یاد گرفتنمونه. از تیپی خوردن کسی یا چیز یاد گرفته تا الان؟ نه. تیپی خوردن وظیفه است، کارتو درست انجام بده، اوکی. ولی خب از شکستات تو باید درس بگیری. چطور آدم پیشرفت میکنه؟ با استاپ خوردن. اگه استاپی وجود نداشت تو این مارکت، هممون لولمون تو یک عددی میمون، همه میشدیم مثلا 20% ثابت بود دیگه، این رشد همش نبود. و این مارکت هم اینطوریه که تو هر چی ادامه میدی فکر می‌کنی اصلا هیچی نمیدونی. اگه میشه من الان 6 سال دارم ترید میکنم و هیچی ندونم، آره میشه. ولی از اون سمتم 2 ساله ها رو مثلا 1 ساله رو ببین، نه ببین سبک من مثلا کاش 2 ساله بودن، 2 ماه. 2 ماه دقیقاً 2 ماه من دقیقاً خیلی بردم. یه کورس اومده دیده الان داره تعداد استادای تریدمون از تریدرها بیشتر میشه.
دقیقا اینجوری شده. هی تو این دنیای ترید واقعا دنیای عجیبه، واقعا همه میخوان بیان بگن که نه ما خفنیم. مثلا خفن بودن، تو اگه چارت کار کرده باشی، مثلا چارت طلا، قشنگ سرتو از اینجایی که هست میاره پایین، میکشونه پایین، میگه نمیتونی حرف بزنی، میگه اینجا حرف با منه، تو اصلا سرت باید پایین باشه. هرچی بیشتر ادامه بدی میفهمی که تو مارکت هیچی نیستی. و من و تو خودمون رو بکشیم تو این مارکت میکر نمیشیم. 100%. 1 میلیون، 2 میلیون دلار، 10 میلیون، 100 میلیون دلار تو این مارکت عددی محسوب نمیشه. حالا ما چقدر میخوایم پول در بیاریم تو این فارکس؟ 1000 تا 2000 تا 3000 تامون محو اصلا توی این مارکت. یه مولکول توی یه اقیانوسه. حالا مثلا بعضی هم فکر میکنن که چی؟ فکر میکنن که $1000 میخوام آره بازار رو جابجا کنم. بازار رو جابجا میکنن، میگه مارکت با $100 داره من تشخیص میده. دیدین مثلا هر جا من باز میکنم برعکس شرکت استاپ منو میزنه استاپ منو میزنه بعد تو بلد نیستی چه اتفاقی میفته.